سلام بچه، خیلی خوش من به ویدیو بررسی التباس تمام التباس های فری فایر بدون هیچ اضافی وارد ویدیو میشم. الت اول که دیدین ساکورا بود که یکی از بهترین الت های بازیه. الت دوم هیپ هاپ. به این ترکیب این هیپ هاپ و ساکورا خیلی خوب میشه با هم. کله ساکورا و بدن هیپ هاپ هم که اسمشو نمیدونم، زیاده هم خوب نیست، خیلی خوشگل نیست. الت اصلا این یکی به نظرم زشترین التا بین التای قدیمی به نظرم من. شاید کسی دوستش داشته باشه، من که خوشم میاد. اینم التباس دزدان دریایی. اون دست پرچم است، خیلی شاخه مال این التباس. آره التباس پیکسلی واقعا یکی از بهترین التباس های بازی بود. کتاب حال وارد بازی شده، واقعا خیلی خوشگل بود. حقشو نخوریم. التباس چرخدنده است دیگه. آره تفتمی بازی این کلاش خیلی خوب، کلاش خیلی التباس معروف نیست بکنم. التباس بوم زنونش خیلی خاطر، واقعا گاده دال میبینید که خیلی خوشگله. الت دهم الت مس، این مردونش خیلی خوشگله، مخصوصا کلش. ولی با ستای دیگه نسبتا خوب نمیشه، باید کلش با هم پوشید. ست شیطان من فکر کنم آره سیزن 11. آره 11. خب بریم بعدی سیزن 12. این هم جگوار دیگه. آره جگوار، اینم مردونش سرش خیلی خوبه، کلش. الت نمیدونم واقعا چی هستم، ولی زنش خوبه، زنش خوبه. یعنی اصلا این دیگه چیه؟ این چه آخه تو بیا اینو با التای هیپ هاپ مقایسه با ساکورا. یعنی بد نیست زیادی، ولی واسه الت 15 هم میگن اوهاتش کم. اینو فکر نکنم یادتون باشه، ولی اینو یه زمان رایگان میداد این التباس سیزن 16 هم که همه گرفته بودن. خز بود چی بود، همه میپوشودن توی هواپیما لابی بوده دیگه. قطعه مثل شیطان این واقعا خوشگله، سرش خیلی خوشگله، حالا کنش واقعا خوبه. پس هاکی بود. آره هاکی خیلی خوب نیست. دوزدان دری التباس دوزدان دری های دومو شاید میبینید. این هم خوشگل نیست بکنم التای بعدی که باید میبینید. التباس واقعا این هم خیلی خوبه. التباس کامبت التباس فکر کنم سیزن 30 و 35 که باید زیاد خوب نیستن. التباس ترپ هم خیلی خوبه، نابه واقعا موش قشنگه، ولی برگشت زیاد تعریف نیست. بریم بعدی. این چی خوشتی هستن، خوشتش چیه. بریم بعدی. این هم خیلی خوشگله. موش گاده، واقعا گاده. موش و تنش مزرم لباسش، ماسکش نه خوب نیست، نه خوب نیست. آره این چیه دیگه؟ تا اینو بیا با هیپ هاپ ساکورا مقایسه کنیم، کدوم بهتر آخه؟ این الت نیستن دیگه. التباس دیگه از گفتم یه جایی به بعد خوب نمیشن دیگه، واقعا نمیدونم واسه شون زیادی انگار توی زحمت نکشیده شده. اینه ماسکش خوبه، ماسکش و لباسش. آره اینو میبینید واقعا کولد رویال، یعنی سفر آدم میبینه نمیگه التباس، میگه این کولد رویاله. میام فکر کنم خواستم مثل ترپ کنم، ولی زیاد خوب عذاب داره نیماده. التباس روح که ما داریمش. اون موقع که اینو گرفتم کنم 303 بود دیگه التباسم. آره هم اندازه الت بویا پس بود فکر کنم، اوکی روم بود، نه التباس گرونتر بود. اینم که این کلش خیلی خوبه، خوشگل که خوب نیست اصلا، در حد التباس های قدیمی نیستن. اینا
CNC اینم که ما داریم ولی اصلا استفاده نمی کنیم. نمیدونم اصلا من چرا اینو گرفتم. من چرا اینو گرفتم اینم که دارید الیت پس خفاش. خب دیدم بعدی این حکشون خواهم دایموند رویالیه، مثل دایموند رویال هست. آره اینم که ما داریم. اصلا من اینو چرا گرفتم؟ خوب نیست اصلا. سیم اما به باد دادم. به خدا این پیراهنش خیلی خوبه. پیراهنش یه چیز دیگه است. من میپوشم بعضی وقتا اگه فیلم کوتاه هم دیده باشین. اینم که ما داریم. نه این در حد اون یه تاسا 13-14 سیزنه. خیلی خوشگله واقعا. حکش نبود سیزن 39 بیاد. اینم دایموند رویالیه. دایموند رویالیه. اینو ببین اینم گولد رویالیه. اصلا ایلیت پس شلوارشون داره. میبینی چه مندی یه طرفش پرداره یه طرفش نداره. ایلیت پس نیستن که اینا نگاه باید پسن. ایلیت پس شاه این بد نیست. بدش نیست نسبت به بد دار. این پس خیلی خوشگله. آره سرشو نگاه چیزشو کامل بپوش بهتره بکنم. اینو بد نیست. نم در حد گولد رویال دایموند رویال و اینا هست. و اینم متوسطی نسبت به بقیه. اینو نگاه میگه چی گفته واقعا از این تجربت گفتم میگه اصلا خوب نیستم. این پس شطرنج که من توی اکانت قبلیم داشتم اینم خوب نبود زیاد. اصلا من اینو ندیدم چرا. آره اون موقع بکنم نت زیادی درست نبود. اصلا نمیتونستم وارد بازیشم. ندیدم اینا رو. این زنبورات دیدم. آره نگرفتم ولی من دیدم شنیدم. این بد نیست پیراهنش ولی تای بقیه‌اش زیاد خوب نیست. آره بد پیراهنش خوبه. اینم که اصلا ایلیت پس دیگه خوب نیست است. این چیه دیگه ابهت ایلیت. این گاده این خیلی گاده. آره این سیزن 52 این 53 ارزشون نداشت بیان 53. اینم پیراهنش گاده خیلی خوبه ولی اون 53 یه چیز دیگه بود. ای خدا چرا نگرفتمش من اون زمان. اینم که آخرین الیت پس بازی و یکی از آشکال ترین الیت پس های بازی. البته از نظر من شاید یکی داشته باشه و دوستش داشته باشه من نمیدونم ولی من خود زیادی خوشم نمیاد. خب رسیدیم به آخرین ویدیو. اگه آخرین ویدیو ما همراه بودین خیلی مرسی و فعلا خداحافظ.